الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. و بعد قال الحکیم فی قرآنه: بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خداوند دلها را به نورانیت قرآن منور گرداند و به دستورات اسلام و قرآن همه را موفق گرداند. دست بیگانگان، جنایتکاران، توطئه‌گران، تخریبکاران، آدمکشان را قتل و قدم بگرداند و برای رهبری کبیر انقلاب طول عمر عنایت بفرماید. صلوات دشمنکش بفرستید. صلوات.